میگفتی مشکلت چی؟ دارم با تم آقا جون ترانه حالش خوش نیست. با تو کجا میرم تو ببینم. خانم با تو هم صبر کن. کاری نکن گیسه تو بگیرم ببرمت کلانتر یا ولم کن. ولش کن پریچر ولش کن. حاجی من پسرمو میشناسم. خودم بزرگش کردم. میدونم دروغ نمیگه. چرا تمومش نمی‌کنی؟ تو نبودی میگفتی ترانه بچه‌شه میشه من بچه. من گفتم. نگفتی ترانه با مرگ باباش کنار بیاد طلاقش میدم. بازم میگی شروور این از همه جیکو پوکت خبر. آره پاپوش این که قشنگ مشخصه پاپوشه. آقا رش این کلی عشق بچه‌سو که همه میدونن. این که بعد از مرگ بابای ترانه به هم ریخت که همه میدونن. این خانم چیز جدیدی نمیگه که. چی میخوای خانم؟ چی میخوای؟ با پول مشکلت حل میشه؟ من بچه‌م مردتر از پولت میزنی. کدوم بچه؟ پسر بچه 4 ماهمو تو شکمم سیت به والله میخواد آبروی منو ببری. به قرآن داره مزخرف میگه. آقا ثابت کن مزخرفه. ثابت کن. آرش من علیم میفهمی؟ خب بریم کلانتری شکایت کنیم دیگه. آقا رش دست شما درد نکنه. آقا دست شما درد نکنه. کلا فراموش کردی با چه خانواده‌ای بصرت کردی. آج خانم یکی باید بیاد بگه این زنه داره دروغ میگه یا نه. باش آقا بریم کلانتری شکایت کنیم. مدرک داری، صیغه نامه داری، عقدنامه چه کوفتی داری؟ عوضی خودت میدونی صیغه نامه‌ای تو کار نیست. خانوم یه مدرک شما به من نشون بده من بگم شما راست میگی بچه‌م داره دروغ اگه اینطوری باشه که هر کی میتونه خوشو به اون یکی بند کنه بگه من زنشم. میگه تو گوشیش مدرک داشته این زده گوشیشو ترکون. کدوم گوشی؟ کدوم مدرک؟ آرش چرا هر حرفی میزنه باور میکنه تو طرف منی یا این؟ بچه‌مو گرفتی. نفس بچه‌تو میگیرم. خانم چی داری میگی برای خودت؟ خانم با تو هم صبر کن ببینم. مگه با تو نیستم؟